برای کیها واجب است که صدقه فطر دهند؟ یعنی از هر یک اعضای عائله میدهند و فرزندی که در بطن مادر است از وی هم میدهند و فرزندی که مثلا نو تولد شد از وی هم میدهند. انا همین رو کمی روشنی میانداختید. بله، صدقه فطر برای مرد و زن، پیرانسال و خردسال، حتی به کودکانی نو تولد شده و آن کودکایی که در شکم مادر هست، به این مذهبی خلیفه راشد عثمان ابن عفان است. پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ و تمسکوا بها، گفتند که شما برای خود سنت مرا لازم گیرید و سنت خلفای راشدین من را، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی را لازم گیرید. سنت حضرت عثمان است که به کودکایی که در شکم هست، در شکم مادرش، برای آنها هم صدقه فطر داده می شود، علل خصوص بعد 4 ماه شده مکمل شدن کودک در شکم مادر، یعنی 120 روزه شده باشد.